صحنه‌های بای و رنگی معجزه‌های دلنشین فرزنده صد آفرین برنامه‌های خنده‌بر نمایش‌های خنده‌بر صحنه‌های بای و رنگین معجزه‌های دلنشین فرزنده صد آفرین برنامه‌های خنده‌بر نمایش‌های خنده‌بر برنامه‌های خنده‌بر نمایش‌های خنده‌بر نصیحت بر وفاداری و راستی شیرین گفتاری و آداب و خوش رفتاری معرفت بخش خنده‌باز معرفت بخش خنده‌باز با قصدهای به پایان با دل و دیده ای خندان پیشواز گرفت همگان این جشن خنده‌باز جان خوش آمدید خرد و کلان خواهیم بر ابجو برو طالع باشد مددگار اقبال بلند بختیار آینده باد خنده‌باز 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 شامل در دل طبیعت بهشت آسان آرزوهایم پر می‌زند. دوست دارم خاک مشک بوی تو را ای وطن از آن سبزه روید بحر نظاره ما شیرین میوه روید چون شیرین جوانی مخملی سبزه روید بحر فراغت ما سیر دارم در پهنای باغ و راغت ای وطن چون که سبززار چون باغچه‌بان تازه است السلام ای مردم با ننگ و آر این دیار السلام ای نور استقلال و فیض به شما با صداقت در سخن بحر وطن برخاسته السلام ای هم نوای و هم فضای و هم دیار حضورین گرامی حضور خجسته مبارک شما را بر روز تئاتر تاجیک صمیمانه خیر مقدم میگوییم. واقعا هم تئاتر واسطه پر اقتدارترین تاثیررسانی به مفکوره انسان می باشد زیرا که تماشابین خود را با ابرازهای منفی نمایش ها تقاضا می کند و بدی ها را از خود دور می گرداند و امروز در عرفه روز تئاتر تاجیک تئاتر خلقی شهر پنجکین روز میلاد دارد 63 سالگی فعالیت خود را قید می کند و برنامه های رنگین و زیبا را منظور شما عزیزان می گردانیم برای شما استراحت خوب و فراغت را تمنا می کنیم. مرحبا. وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن دل پارم را برای تو نوشتم وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن دل پارم را برای تو نوشتم عجب تو نازنینی که زیبا سرزمینی تمنا میکنم خزانه را نبینی عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم خزانه را نبینی وطن من دشمنت را همه خود ببینم تو را تا بر فلک
من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم دارم حواسه بر تو حواسه دور از بری تو روی رهم خار و قصه به هم نفسه به هم نفسه عجب ما زمینی چی زیبا سرزمینی تمنا میکنم خزانه را نبینی وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم وطن تو سر نمیشتم توی بام بیشتم وطن بیمارم را برای تو نمیشتم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم چی میگه؟ همین شوهر از تو مپیم تکو مپیم خدا زدی کرد پلیس دیگه نه گرد زدی نه پلیس پلی موسیقی پلی آب گفتم خاطر نشاد کنه شوهرم که آمد مپیم گفتم پلیس دیگه تو آب منم هر روز پلیس گفتم انا فقط نفس 20 تومان راستیه. سویت قیمت شده کم کم مپیم دادگونه جان یا گمه شد نه همسایه جان جان شهر و یگان نبیگری هست؟ دگونه جان اصلا نپرد دختران این زمانه شرم و حیای نمیدونن مردکای ارزنشو جدا کرده با خودشون میگیرن گوش کن از شبانه احتیاط شد بود بیتر شده نمانی برای چی؟ برای چی؟ شوهری من این خیل نمیکند یگان من نه نه تو در خانه شدگی از کجا میدانه که شوهر تو چکار کرد؟ همشه میدانم شوهری من با من خیانت نمیکند نمیکنن؟ نه باور میکنی؟ باور میکنم چیا؟ باور کردن گیر چیا؟ من شوهرتم بلای عظیم بازو چشم خودم بیان در بازو نکرد دبخر سودم فهمیدی؟ دروغ نگو علمی من رو تیز نکن دوبار نجور دروغ نه باشم یا مسئله ندیم چی مسئله؟ کنی گوی کنی؟ تکستر گوی شوهرتم میسنجه میسنجی؟ ها. برای چی؟ انتها میکنی چخیل حاضر استم یک دقیقه انتها میسنجی دست حاضر میسنجه اینجا استم دراش چخیل باشه میسنجیم دادگونه جو همشه نکنی
دوانه جان تو میموری؟ من بالا اسم گریه میکنم چی؟ ها من میمورم؟ من میبینم که شوهر تو رو دوست ندارم یا نه نه همسایه جان من نمیمورم Mana? Biraz ya. İnci mayak kızkası. Bak kaykoya. Kaykoya mi xudomu. Açı. Açı. Avladı var xudomu. Kaykoya kıdım. Koş kızı bana. در حقیقت مردن امانه خواهرم مردن گندن نمیمورد بده که بنده تو طرف وای بگانه جانمه استو استو نه اخوانم من نکنیم من نرسو تو زنده می زنده کوچی برای شما من شما کردم همین پدرم هر روز گرم میکنم پیسر در زانتی یه بطوم عدیلم زدم یک ده همسایه بیبرو رو فرزاندم امروز پگاه کرگشت است نمیدونم یکو هیچی معلوم نی آوه کجا رفت و چیکار کرد فقط فرم بکند بیا بینم میگریزد اکلا مگه انا یا سلام علیکم نازنین
شکر نی چیا؟ چیا او خوزگار بیرون گفتی که یادم برآمدن رفته آمدم رفته آمدی که همه کارها سازو لیکن شرطهای وزنی گذار چی؟ گپ من بزنی گذار؟ نه شرطهای وزنی گذاشت یک تکه تربوز شد بانم تک درزم و میدونی که گوش من وزنی و شرطهای وزنی گذاشت شرطهای وزنی؟ حکمی چی گفت؟ قلم و دفتر ده قلم دفتر باشد قلم دفتر ده نزدیکتر بیا پلیس من اول دفتر رو بکشم بعد چی گفت چی نگفت بعد می نویسیم اینجا نمیست وقتم نیست جوری که وقتا نیست من کار دارم نمیست یکم روی خطی قلیل روی خطی غلی نه تاریخ خدا زدن قلیل چی؟ قلیل خلی بوده خلی کم دوبار میخوندن میدون خلی قلیل خب یکم 4 خلطه اور چی؟ 4 خلطه تور؟ من تور تا چقدر خلطه میگیری؟ تورت نه اور موکه بو؟ موکه اور خلطه این کاری خدا دادم خلطه موکه خب دویمش نبی دو تای پخته دو کوب پخته نه پخته کار بچم خلابا سیدانه تکای خب سیم نبی دو گوسفندی حساری دو اسپندی هزاری؟ توبا اسپندی چرا بشونه؟ هم بفروشه نه؟ اسپندی گوسفندی حساری ما برام دوتا انسان اقل یک گو نه دوتا باشد دوتا ده نبی خب 7 بوس افتوبوس؟ تو بکرم ما افتوبوس هم جمعه ما همه اسم سر شاخ دارد تو شاخ ترولی بوس دیوانه بلندتر کمسه کسیو کسیو برای دادن عروس 100 دانه دفتر 100 دانه کفتر و کفتر بازی کفتر نه دفتر نبی خب برای پدر کلی برای کی؟ نه نبی 2 خطه زرجامه من سرجامه تو بکرم من فریستانده بودم که با چخیر سرجامه با 2 خطی دیگر نویش جوامش خب برای مادر کلین 1 تا دیوان چی؟ انا اکنون از همینجا خسته بیله گیتا راسیا ایوان کووی رو نه ایوان نه
دیوان خواب میرود ها کریسلو بلا کریسلو خب یک کمی کربا کنم گوزن های اول خب. برای خودی عروس یک توفلی سفید خوشرو برای عروس ای او وای عروس من کلی میکنم او وای موسفی در دسترش میزنم امروز سفید نه ها کابلو سفید خوشرو سپشکا ها سپاشکا مایلش خوب یا با کربا گوزن ها نوی ها برای بچه های خودی عروس برای بچه های خودی عروس چی؟ عروس بچه داره؟ چورتا؟ ای بچه این من گاوی گسوله داره دست سرش میزنم سر کله دخورش همون کلی میفته خدا میگم کر است میوم همون بچه 40 سالی توی همون بیلی 4 بچه دار نگیره دختری خانه میگیره دست اوه ای وای هم تعلق شدم که ادوبای ما دوستی ادوبای هم وای دوبای نمیگیرم لکه دیگه سر ما بیاردم کردم یا رب شما ناز می‌درسمی سلامتی تو ناز السلام علیکم شما نازمی دوبای افغانستان تابستان هم خودم حالی گرمیش داده نمیشت است هم تو خودی که دونی قربه دارم دبرم سیم قربه دارم دبرم هی وای نگم تشنه موندم بیتون همین گرمیه همین یک آب خورم اما از دوبای که آبی تاجیکستان گرفته رفتیم تا حالی همین خودم گیریم ها تاجیک کو تشنگی برامد دوبای نمیگوی تامی بای بازاروشا بای تلاهاشا بای مردکاشا مردکاشا خودش صبری مینی بود است بهترش سرایدت هم خیلی سرود کتی قرصه کم نمیزنه این بازاری زور در کجا در دوبای من هم رفته خریدم از دوبای بازاری زور در کجا در دوبای من هم رفته خریدم از دوبای بحری خراجاتی توی بر دوبای حلقه و انگشتری از دوبای بحری خراجاتی توی بر دوبای حلقه و انگشتری از دوبای ای دوبای اوی دوبای ای دوبای مفتون شیدا شدم ای دوبای ای دوبای اوی دوبای ای دوبای مفتون شیدا شدم ای دوبای خدای دختراش بر از دوبای داماد و عمه‌هاش بر از دوبای خدای دختراش بر از دوبای داماد و عمه‌هاش بر از دوبای صدر منو چرس چاق از دوبای میبیلشم بینی بارم بهای صدر منو چرس چاق از دوبای میبیلشم بینی بارم بهای دوبای ای دوبای دیگر نمانم قدم بر دوبای دوبای ای دوبای دیگر نمانم قدم بر دوبای مرد گفتا نرم تو بر دوبای میرفته که آدم
سنتی پاکی کلام خرزم های دبی دبی دیگر نبینی مرا دبی 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 دیگر نبینی مرا دبی دبی دیگر نمانم قدم بر دبی 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 دیگر نمانم قدم
نقص کردی برایت برای چی مالک جان؟ برایت گفتم بی تربیه سلام نمیدونه بیه مالک جان مقیمی؟ مرما السلام علیکم مالک جان سلامتی که تم نام؟ مالک جان شوب وای فوتبال تماشا کنید ریال مادرید دوست توتنخورا چینان بازی شد گل گاند شد مالک جان من مخلصی فوتبال نیستم افسوس مالک جان شما امتحان آمدید ولی مالک جان مرما بلیت گیرید بلیت گیرم ها مالک جان من بلیت گیرم ها که من میگیرم مرما من نشناختین شما نه تقایم پیش آمدم زنکر مالک جان همون جن همه آدم مالک جان بسیار نه مرما بلیت گیرید بلیت گیرم بلیت گیرید و گرزن آخر نبود که مالک جان من شوخی نکرده ایستادم بلیت گیرید بلیت باشد بلیت دیا مالک جان با دستی مبارکتون خودتون یک تا گرفته شوخی را بس کنید بلیت گیرید مالک جان بلیت گرفتم بلیت رقم یک بلیت رقم یک نه مرما سولا گیرید شنید تیاری بینید من تیار مالک جان ها؟ جواب بیام مرما کار ندنید من باری اول میبینم خیلی همین مالک جان بیه تا سخن شما شکستنه همین گردن شیطان شکنم کم طرف فکر میکنم مالک ها شنید حق داره شنید فکر مالک جان کنید ها تیار شده؟ آج مالک کم طرف مو تیز جنبید وقت کم مالک جان مالک مالک کم طرف پوچکم رکشی جنبید حاضر مالک جان حاضر اوچه که را کشید تبابت کردن در کار مالک جان خوب شد مالک جان حاضر خرید تمام کنم حاضر شد؟ مالک جان کم طرف حاضر من تیار مالک جان مرامت سوالی کن چی مالک جان نشسته جواب بیام یا های راست صدا جواب دیدم مایلا جواب دید سوالی کن مالک جان کم طرف پوچین در میده ها پوچتون در میکرده شنید مایلش ها مرامت حیات و ایجادیات حافظ شیرازی حیات و ایجادیات حافظ شیرازی بله مالک جان مرامت ماکسیم گورکی این نویسنده روسی سویتی بوده پیش از حاکمیت سویتی به دنیا آمده بعد از انقلاب وفات کرده است ماکسیم گورکی گرچه در ابتدای عصر 17 به دنیا آمده باشد هم ولی بسیار ازها به اثر نویسی مشغول بود مالک جان با سوالتون یک بار دیگه نگاه کنید حیات و ایجادات حافظ شیرازی کی بوده است؟ حافظ شیرازی مرامت گفتنه ماکسیم گورکی در خورسالی سلیره میمونه بیچاره باید با تربندگی روز میگذاره
کو حافظ معلم جو شما گفتنید که گرکی حافظ بود من یکم مراتبه اشوله های با در رادیو نشنیدم معلم جو شما خطا کرده جوره بای چایکوفسکی حافظ بود معلم جو چایکوفسکی معلم جو نه شما درباره گرکی بسیار چیزا رو میدانید به فکرم ها؟ البته معلم جو با من گویید گرکی نویسنده بود یا اگرنام؟ گرکی معلم جو اگرنام نویسنده بود شما با این دانشتان بچم بسیار مرتبه های بلند میرسید رحمت معلم جو اگر خطا نکنم خدمت های گرکی در ساحه چرباداری، پخته‌کاری، پرنده پروری بی نهایت کلان است. شما درباره حافظ گپ زدنی بودید حافظ حافظ؟ اه شما اکشری جورایی رو میگویید این کس کارها باز بردگی کو؟ عموما درباره حافظ یکم چیز میدانه من معلم جون مرحبا درباره حافظ ها معلومات داده میتوانم مرحمت حافظ ها اساسا در تئاتر یا رادیو یا کار فرهنگ کار میکنن معلم جون کدام حافظ ها رو میدانه معلم جون و همین رو برختر بگوید نمیشد با کم کدام حافظ شیرازی و تو ماینم رو کش کرده پرستید معلم جون نمبر کنم نیم؟ گوش کنین معلم جون احمد بابا قلوف جرالک مرادوف ملک صابیرova ملک قلندرova جعفر میرچون ایوب محمد جان شابیر محمد جان قاسم فیلیپ کیرکوروف مایکل جکسون مایکل تایسون ابوزاق بطان معلم جون معلم جون چه کرد؟ یاری تاکیره جکسون هم چیه؟ نه سوالی دویم بگذارید معلم جون ما سوال یکم تمام نکردم زفیر رتا کفایه رحمت معلم جون سوالی دویم بگذارید خوب شناس سوال دویم حیات و ایجادیاتی نظامی گنجوی حیات و ایجادیات نظامی گنجوی مرحبا عمر خیام سال 1984 معلم جون در آنجا چی نوشتگی؟ سوال معلم جون من آخری چه؟ عمر خیام نوشته نخونتون نظامی گنجوی کجا رفت؟ معلم جون نظامی گنجوی با اینا چیه؟ عمر یکو برو میشون با معلم جون من خوابزی من بینید نه نظامی هستیم نه گنجوی در اینجا من بینید معلم جون در کلی به مغزی توی چی نباشد در این ورق چیکار میکنم او کلت کدو باز معلم جون کدو معلم جون در اینجا کدو هم نوشته نشده لا بای معلم جون معلمی ادبیاتتون کی بود؟ معلم ادبیات ما ابو عبدالله رودکی صدرالدین عینی کدام کتاب ها را نوشته است؟ صدرالدین عینی دو خونده غلامان پسری وطن کپکان دیل شکلو تنسور دیسکو تنسوی کشتامن ظالم ملای زمانگی اون نمبر کنم معلم جون کفایه همه ادبیات از دیگر فنها چی فرق دارد؟ ادبیات معلم جون از کدام فنا؟
از تاریخ، از جغرافیا، متماتیکا چی فرق داره؟ ادبیات از دیگر فنها بسیار فرق کلان دارد. مثلا ادبیات، تاریخ، گیوگرافی، خیمه. شما عموماً در درس‌های ادبیات اشتراک میکرده؟ اشتراک میکردم معلم جان کم کسال شده به سناتوری ها گرفتم. سناتوری ها معلم هیلوی کسال شده به سناتوری آدینایف میافتیده. چی؟ وقتی سخنه شده آدینایف سناتوری دارم معلم. تو بیخبر. من بیخبر معلم چه خط انتقام مشکورم خدا خواهد ببینیم بیا. بعد پدرم میگوید یک گازم کن برو چی میگم؟ من پدرت را خودم گفتم میکنم که سناتوری آدینایف باشه. خوب معلم. برای خیلی تو میکنم. معلم جان یک پنج عمر رسیدمانی. معلم جان اگر از دستم بیاد تاریخ و خیمه گوشتم با هم مونید. نگویم گفته بودن که اگر امتحان رو با بهای علاس کنید و تو یک ماشین اینمار که گرفت میگم. اگر ماشین گرفت میگم معلم جان شما با این طرف نمیاد. حتی با سناتوری آدینه دیگه من نیکی شما رو فراموش نمیکنم معلم جان. معلم جان نیکنه خودم زر جان کنم چی؟ تو؟ این صحبت خودشان باره ایدشان خانه رسمی خیال خانه این بیگاه این السلام علیکم. علیکم. جناب به من دیده شدی؟ راستی که بشه گندیق شدم. آمده دی؟ با چی کار شدی؟ همین خانه‌های پرداخت چند پیسه گیرم گفتم این بیگاه اید کو. چی شد مادر؟ چی شد؟ چی میشه؟ آیا برای از کار برمستر آمدید کو؟ این رو میگویی من راستی گفت میخواستم این رو یک جا یک قید کنی ولی نمیشود زنم باز با کماندیرافکا میروم. و دین سهر از کماندیرافکا آمدید کو؟ آخه تو نمیفهمید از سردارها حرکت رو با کماندیرافکا نمیکنن. ای بایه همون کماندیر شما دیگر آدم ندار فقط شما رو با کماندیرافکا میفرستونن. جانک من از سردارها حرکت را با کماندیرافکا نمیفرستونن. سابقه داران علاچی ها را میفرستانند. کودکایم دیق میشوند آخی قدیم کنی بگو هر وقت امان هم دیق میشوند. وای جانکی من کوشش میکنم که تیز در برگردم همگی دو یا سه تیز در برگردم چیزای کار رو کنید. وای نه در کار نه من با همین با میرم. با این بود این کماندیرافکای من مخفی فهمیدی؟ مخفی؟ مایلش تیز در بیده همین مردک یک گپه میداند. او کماندیرافکا یک سال به دو بار بودگیست یک ماه به یک بار بودگیست اقلی هر هفته کماندیرافکا ایتا دیلم زده همین بیهوده همسایه ها میش نمیکنن. تگی کاسه نیم کاسه یک رفته از پس از پایم کنی به کجا میرم. کماندیرافکا با این هفته اندام روم هفته خونه کمی نمیشناخته کسیم ای بس کرده میرم.
فلان ساعت در همین جا وا میخوریم گفته بود اما نامد چیکار کنیم اکنون برگشته به خانه میرویم لیکن به خانه حاضر روم زنک چی جواب میدهم یک فکر میکنم خدا کرد پسری کی نمیگوید این فرشته بانو یک خودش در این گلگشت نشسته است ممکن مثل من حیات دیده برایم کنی دلشم میابم می میبخشید دکتر اینر ساعت چند شد؟ وقتی دیرمانکی اینقدر زبانتون شیرین میبخشید نامتون چی؟ کارتون چی؟ های جانکن آن نامتان را ندانم من با شما چی خیل شناس میشوم نامی من سلطنت بانو او سلطنت بانو یعنی تاج و تخت و همون یک تاج و تخت نه 10 تاج و تخت میهستی چشم سیاه داری قربانت شود اکا جانت وای خانه کجا داری مهمانت شود اکا جانت نه چشمانی سیاهی جادویت خار گردد این دلک بیچاره من زار گردد تو میل شراب داری و من میلکی تو افسوس که این دل به تو بیدل کرد جانکم من بیدلی چیه اگر دل یک جا شود بسیار خوب میشود خیلی جانکم او ادا نکن خیلی یک رویکت را شا من بینم بیا فنه مردک چی شد؟ اوی تو میزند؟ سلطنت بانو محکوم نشد می تو در اینجا چکار میکنی؟ در اینجا بودنی من به همه معلوم شما در اینجا چکار میکنی؟ من کماندرافته هم اینجا ده همینجا؟ ای مردک جا همین کماندرافته تونم گلو گلزار همین آیم چا باید همین باور میکنم همین همین را کردید و نزدیک کماندرتان رفته کماندرافته را در نزدیک کماندرتان حل میکنید کنید تیز جانکم بیا منو خودت را شرمنده نکن شرمنده؟ از این خیر کارها شر نمیداری دو از کماندرتان شر میداری کنید نگرید تیز جانکم استر بیا هم خودتو هم منو شرمنده نکن بیام در نزد همین همکاران من وعده میدهم که دیگر هیچ وقت این کار را نمیکنم حاضر خندین کمان آمدم میرویم خانه و بچه ها را میگیریم و خندین کمان میرویم یک کار کنید دیگه بده میروید در مردک نگرید
سلطان تا سرم زده بالا توبه کنم هذه جمله پولی ماشکت نداده مونده رفته ایگو توبه پولی ماشین پولی ماشکت دادم چون نیفتیمی؟ اما کبینم از این نظر تو کروسی رامه چودر رو دراز اولو تستا دراز کار بی؟ منا از رفت خود از میز زنم اینجا شدی بود جای من با برش ندادا هیچکی نماندستی جا پولی ماشکه نداد اما اختا کارم کردم دوستامم من همه افزارم بود ماشکه داد خرید همه جا دستانم کم که نستوف کن یک زنم نداد دوستامم نداد زن ماما همین ها ببخشید همچه داری ببخشید زمستان این کنی تام بیا و من دیگه مشکل میشنم ببخشید
якдами мо бо шумо зебо гузашт, ҳамнишин арзандаи дилҳо гузашт, то назар кардем сӯи якдигар, меҳри мо аз дида бар дилҳо гузашт. барои иштирокатон ҷаҳонӣ сипос, саломату сарбаланд бошед.